حسش نیست. چند بار شده که وقتی بهتون گفتن چرا فلان کار رو انجام ندادی، با اینکه میدونستید اون کار درسته و باید انجام بدی، ولی از این عبارت استفاده کردیم. آقای مارک منسون، نویسنده معروف آمریکایی که کتاباش بیشتر از 14 میلیون نسخه توی 20 تا کشور جهان فروش رفته، توی کتاب اوضاع خیلی خرابه اومده برامون باز کرده که چرا بعضی وقتا حسش نیست. قبل اینکه وارد این کتاب بشیم و بخوایم عمیق‌تر این موضوع رو بررسی بکنیم، من سهیل فعالزاده هستم. کتابایی که به نظرم جذاب باشه رو میخونم و براتون خلاصه میکنم و اینجا میذارم. اگر دوست داشتید میتونید کانال منو دنبال بکنید. خب بریم سراغ این کتاب جذاب و از یه داستان شروع بکنیم. یه مردی هستش به اسم الیوت که مدیر اجرایی یه شرکت بزرگه و بسیار هم توی کارش موفقه. همکاراش تحسینش میکنن، با خانواده‌اش ارتباط بسیار گرم و صمیمی داره و همه چیز طبق روال توی زندگیش داره میره جلو. اما یه مشکل بزرگ داره، سردردای شدید و وحشتناک که حتی با قرص خوردن هم این برطرف نمیشه. ناچار الیوت میره دکتر و دکتر بهش میگه که یه تومور بزرگ توی سرته و اینجا آغاز یه مسیریه که واقعا هم خودشو به درد سر میندازه هم اطرافیاشو. چطوری؟ برای تومور قاعدتا باید عمل بکنه. الیوت این ریسک رو میپذیره و میره این عمل رو انجام میده. خوشبختانه عمل کاملا موفقیت آمیز بود. یعنی الیوت زنده از عمل بیرون اومد و تمام هوشیاری خودش رو داشت. خب همه چیز مثل این که گل و بلبله، ولی نه، اینطور نیستش. الیوت یه سری اتفاقات توی زندگیش میفته. چه اتفاقایی؟ مثلا وقتی میره سر کار، به جای اینکه بره سر معاملش با یکی از کله گنده ها و برای مذاکره، میره میگرده دنبال یه دونه منگنه، یعنی منگنه رو میچسبه یه معامله بزرگ و ول میکنه. و این تازه اتفاقاییه که توی شرکتش میفته. همکاراش تا یه جایی داشتن درکش میکردن، چون به هر حال یه تومور بسیار بزرگی توی سر این آدم در آورده بودن. طبیعی بود که مقدار باش همدلی کنن، همدردی کنن، همراهش باشن. اما یه جایی دیگه کاسه صبر اون آدما لبریز شد، چون داشت به یه چیز بزرگی توی اون شرکت ضربه میزد و اون پول و درآمد اون شرکت بود، چیزی که باعث میشد تمام ساختارهای اون شرکت از بین بره. اینجا باعث شد که الیوت از شرکتش اخراج بشه. این نقطه شروع بود. توی روابط خانوادگیش و توی زندگی هم که داشت اصلا اوضاع خوب نبود، چون عین یه مرده متحرک بود. مثلا یادش رفته بود که خب همسرش نیاز داره که بیشتر از هفته یه بار باش صحبت بشه، یا اصلا مسابقه پسرش اصلا نرفت، یکی از مسابقه‌های مهم پسرش اصلا نرفت. جلسه اولیا مربیان رو ول کرد که بشینه پای فیلم‌های جیمز باند اونا رو ببینه. متاسفانه توی سیستم خانوادگیش هم صبر و حوصله همسرش به سر رسید و اونم طلاق گرفت و رفت. به خاطر این اختلالی که براش پیش اومده بود و واقعا نمیتونست انگار یه سری تصمیمای درست بگیره، یه سری آدمای فریبکار هم پیدا شدن که سر این بتونن کلاه بذارن. با یه خانومی ازدواج کرد و این خانم حالت فریبکاری داشت، ازش طلاق گرفت و نصف اموال این آدمو با خودش برد. روز به روز هی این آدم داشت بدبخت و بدبخت‌تر میشد تا جایی که به یه بی خانمان تبدیل شد. اینجا بود که برادرش و خانواده‌اش تصمیم گرفتن که بیان یه ذره زیر بار و پلش رو بگیرن و حمایتش بکنن، چون واقعا دیگه داشت نابود میشد. برادرش چند تا دکتر مختلف برد الیوت رو و همه دکترها داشتن یه سری آزمایش‌های روتین رو انجام میدادن و میگفتن که بابا این هوشیاری سر جاشه، همه چی اوکیه، این هیچ مشکلی نداره. خب نتیجه همه آزمایش‌ها و معاینه‌ها یکی بود، تا اینکه رسیدن به یه عصب‌شناس معروف به اسم آنتونیو داماسیو. اونم داشت کارهای قبلی‌ها رو انجام میداد، همون معاینه‌ها، همون آزمایش‌ها و نتیجه قبلی‌ها رو میگرفت. اما اینجا اومد یه حرکت جدیدی رو انجام داد. شروع کرد با حرف زدن با الیوت. خیلی جالب بود. الیوت میتونست
تمام این کارهایی که داره انجام میده رو شرح بده، بگه آقا من این کار انجام دادم، این حرکت رو زدم، هوشیاریش سر جاش بود، هوشش سر جاش بود، اعتماد به نفس داشت، اما نمیتونست توضیح بده که چرا این کارا رو انجام میده. فقط میدونست که اینا رو انجام داده. حالا من میخوام راجع به عمل لوبوتومی مغز صحبت بکنم. قبلش یه جمله جالبی رو بگم. از تام ویس موسیقیدان معروف میپرسن که بابا تو چرا اینقدر مستی مشروب میخوری و فلان اینا؟ بعد طرف میگه که ببین من ترجیح میدم همین حالت رو داشته باشم تا اینکه عمل لوبوتومی مغز رو انجام بدم. حالا داستان این عمل چیه؟ توی سال 1935 یه جراحی به اسم آنتونیو آگاس مونیز میگه که آقا ما باید چیکار بکنیم که این آدمایی که اینقدر استرس دارن، اینقدر استراب دارن، اینقدر بحرانای روانی دارن دیگه این رنج رو تحمل نکنن. آقا بیایم یه چیزی رو توی این قسمت مغزشون کلا غیر فعال بکنیم، یعنی صورت مسئله رو حذف بکنیم که میشد همون عمل لوبوتومی مغز. یعنی یه چیزی رو از اینجا مینداختن توی مغز مثل مثلا یخشکن و یه سری قسمتایی اصلا میبریدن و حتی این عمل جالبیش اینه که توی مثلا سیستم بیهوشی نبوده، اصلا طرف هوشیار بوده، مثلا فقط سیر کننده میزدن. حالا اتفاقی که میفته خب این آدما اوکی ان، یعنی علاوه هوشیاری اینا همه چی میفهمن، ولی یه بدی داشت. این آدما توی تصمیم گیریشون، توی ارتباطاتشون، توی خیلی چیزا به مشکل میخوردن. چرا؟ چون یه چیزی اینجا کلا آف شده بود، رفته بود پی کارش. ببینید اوکی یا اون قسمت آرامشه اینا همه چیز ردیف شده بود، ولی دیگه این آدما زندگیشون زندگی درستی نبود. حالا خیلی جالبه بدونید کسی که این عمل رو اولین بار انجام داد توی سال 1949 جایزه نوبل گرفته، ولی انقدر پیامدهای بدی داشت این داستان که خیلی واکنش‌های منفی بهش زیاد شد، چون واقعا یه سری از آدما رو داشت از عملکرد اساسی خودشون خارج میکرد، خیلی غیر انسانی بود. آخرین عملی هم که انجام شد سال 1967 بود که توی آمریکا و متاسفانه اون فرد اصلا فوت کرد و دیگه اصلا بعد از اون این عمل ممنوع شد. اما چه اتفاقی داشت میافتاد؟ بازم همون داستان الیوت، یه تیکه از مغز اون آدم دیگه عملکردش رو کلاً خاموش کرده بود و در واقع اون تیکه تصمیم گیری و شناخت سطح بالا نمیتونست درست عمل بکنه. اینجا بود که آنتونیو داماسیو و همکاراش اومدن یه آزمایشی رو روی الیوت انجام دادن. چند تا تصویر خیلی دلخراش مثلا از کودکای جنگ زده، قتل و اینا رو گذاشتن جلوش، چیزایی که آدم عادی ببینه اصلا ممکنه سری روشو برگردونه. اما اینجا یه اتفاق عجیبی افتاد. اصلا الیوت اینا رو دید انگار خیلی چیز عادی بود براش، پوکر فیس، هیچ اتفاقی نیفتاده. اینجا بود که کم کم آنتونیو داماسیو داشت نتیجه گیریشو انجام میداد. آنتونیو به این نتیجه رسید این عملی که انجام داده بود قسمت احساسی مغزش رو کاملا دچار مشکل کرده. یعنی قسمت منطقیه درسته، ولی اون قسمتی که مربوط به احساسات، مربوط به تصمیم گیری کاملا دچار مشکل شده. لوب پیشونی وظیفه شناخت سطح بالا، تصمیم گیری و برنامه ریزی رو داره و الیوت متاسفانه توی این ناحیه دچار مشکل شده بود. با خیلی از آدما که صحبت میکنیم میگم ای کاش من توی این زندگیم اینقدر احساسی تصمیم نگیرم، مثلا گور بابای احساسات، من اگر رو منطق رفته بودم جلو الان فلان شکست عشقی رو نخورده بودم، فلان اتفاق برام نیافتاده بود. ولی الیوت یه نمونه واقعی از کسی که احساساتش واقعا داغون شده و میبینید که به چه روزی افتاده. پس تا اینجا یه نتیجه میگیریم. ذهن ما دو قسمت داره، ذهن عقلانی منطقی و ذهن عاطفی احساسی، که اگر این دوتا با هم نباشن یه مشکل جدی توی زندگی ما پیش میاد، مثل الیوت. حالا بریم سراغ این که ببینیم این ذهن عقلانی و عاطفیه چجوری دارن با هم ارتباط میگیرن، اصلا شبیه چی هستن. راحت بگم ذهن عاطفی مثل یه بچه تخس میمونه که هر چی رو میبینه دلش میخواد بره مثلا انجام بده. شما یه ماشینی رو در نظر بگیرید و اسمش رو بذارید ماشین هوشیاری. این ماشین هوشیاری راننده داره. اون راننده متاسفانه
ذهن عاطفیه و ذهن منطقی به عنوان یه مسافره، یه کمک راننده است که فقط میتونه یه سری جاها مسیر بده به ذهن عاطفیه و ذهن عاطفی این مسیر رو حرکت میکنه. بعضی جا دوست داره فرعی بره، بعضی جا ممکنه حتی خودش رو توی دره بندازه و واقعا عین یه بچه تخس میمونه که فقط دوست داره یه سری کارا رو انجام بده. حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که ذهن منطقی دقیقاً برعکسه. روی منطق، استدلال، دلیل کار میکنه و توی این مسیری که هستیم عین یک گارد ریل برای ذهن عاطفی عمل میکنه و نمیذاره خیلی از مسیر منحرف بشه. حالا تعامل این دوتا ذهن با هم چجوریه؟ واقعیتش اینه که اون ذهن عاطفی چون عین یه بچه میمونه یه جاهایی اون ذهن عقلانی منطقیه رو خسته میکنه. میگه من چقدر دیگه با این بجنگم، هی بگم این درسته به این دلیل فلان فلان. یه جاهایی میگه دیگه بابا بسه، تو خوبی، هرچی تو بگی من انجامش میدم. میاد چی کار میکنه؟ میدونه اون ذهن احساسیه داره اشتباه عمل میکنه ها، ولی میاد اون دلایلش رو یه جوری میچینه که انگار آره این درسته، این همه چی اوکیه. فرض کنیم مثلا ما یه دانشجویی داریم که یه هفته مونده به امتحانش، هیچی هم نخونده. این دانشجو شب مثلا هفتمی که مونده به امتحان میگه الان ساعت 8 باید درس بخونم ولی حسشو ندارم. حسش نیست. چی گفتم اون اول؟ حسش نیست درس بخونم. ذهن منطقیه میاد میچینه مسیر رو اونجوری که چون نمیخواد با این وارد جنگ بشه، میاد مسیر رو میچینه. میگه که ببین راست میگی یا ساعت 8 الان خسته یا لحاظ ذهنی اون بازدهی که باید داشته باشی و نداری، یعنی هر چقدر بخونی بیفایده است. بذار امشب زود بخواب، ساعت 10 بخواب، فردا ساعت 6 صبح بلند شو، آماده و قبراق برو سر درس. حالا طرف ساعت رو کوک میکنه میگه امشب نمیخونم، فردا ساعت 6 صبح اصلا خواب بیدار نمیشه، باز دوباره همون داست. حسش نی، الانم باز حسش نی من درس بخونم. خب 8 9 الان وقت دوره منطقی شروع کنه. الان باید صبحونه بخوری که انرژیت بره بالا، قشنگ کالریا جذب بدن بشه، بتونی خوب تحلیل بکنی. فعلا برو صبحونه بخور تا ببینیم چی میشه. باز این ادامه داره توی طول روز. خب الان که رسیدیم ظهر، الان خسته ایم، فعلا یه استراحتی بکن. استراحت کن ولی به جای شب و دیگه امشب نخواب. 8 شروع بکن، برو تا 4 صبح. سکوت هم هستش با تمرکز بالا. خدا وکیلی چند بار ماها از این استدلالات توی زندگیمون آوردیم برای ورزش کردن، برای رابطمون، برای کاری که داریم انجام میدیم. واقعیت دیگه، یعنی اینجوری داره ذهن منطقی یه جورایی لیلی به لالای ذهن عاطفی میذاره. پس اینجا فهمیدیم که حسش نیست از کجا میاد. اما خب سوال مهم اینجا مطرح میشه، این ذهن عاطفیه عین یه بچه‌ای که اصلا دوست داره بره همین اینور اونور مثلا بگرده، شاید دوست داشته باشه اصلا بره وایتکس بخوره خودشو نابود بکنه. این ذهن منطقیه باید همینجوری بیاد استدلال بکنه که آره کار درستی انجام میدی. نه، ما بعضی موقع نمیتونیم اون تعادل رو بین ذهن عاطفی و احساسیه برقرار بکنیم. یعنی بعضی موقع از این ور بوم میافتیم، بعضی موقع از اون ور بوم، که باید این تنظیم رو انجام بدیم. برای اینکه بتونیم این تنظیمه رو انجام بدیم باید یک توافقی میونه این دوتا ذهن به وجود بیاد. یعنی آتش بس، صلح. این دوتا ذهن قرار نیست با هم بجنگن، دعوا بکنن. خب چجوری میشه این اتفاق بیفته؟ این ذهن عاطفی واقعا خیلی سرکشه، خیلی غیر منطقی عمل میکنه. ما باید یه بستری رو فراهم بکنیم که اینم خوشش بیاد، یعنی یه سری شرایط آسونی رو براش فراهم بکنیم که بعد احساسی داشته باشه. اولین قدم اینه که بذاریم این ذهن احساسی نفس بکشه. دیدید مثلا یه آدمی و یه سری چیزا رو هی وظیفه رو هی بهش میگه اینو انجام بده، اینو انجام بده، اینو انجام بده، آخر اصلا دیگه میزنه زیر میز بازی. یا آقا من نمیخوام، اصلا نمیخوام این کارا رو انجام بدم. اینجاست که باید سبکش بکنیم، یه ذره اجازه بدیم این ذهن احساسی نفس بکشه.
موقعی که میخوایم یه کاری انجام بدیم ازش سوال بپرسیم. حس چیه نسبت به انجام این کار؟ حس نسبت به این که بریم یه ورزشی بکنیم، یه چه میدونم یه استخری بریم، یه چند صفحه کتاب بخونیم چیه؟ بذاریم حرفشو بزنه. حالا من قبلا هم مثلا چیزی که توی کتابای دیگه خوندم میگن آقا شما وقتی میخواید با یه نفری صحبت بکنی شنونده خوبی باش تا گوینده خوب. اجازه بده اون آدمه خودشو خالی بکنه. خیلی از ابهامهایی که اون آدم داره توی حرفایی که به تو میزنه جوابش هست. خیلی جالبه، طرف جواب خیلی از چیزایی که خودشون ابهام داره رو توی حرفش به تو میگه و وقتی که خالی شد این ذهنه باز میشه و تو راحت میتونی با اطلاعات بالایی که ازش گرفتی، با اون توافق و همدلی که باش داشتی، میتونی الان باش صحبت بکنی و مذاکره بکنی. دقیقاً ذهنم همینه. وقتی این اجازه میدیم که ذهن احساسی صحبت بکنه انگار داره یه هواخوری میکنه، نفس میکشه. توی این مرحله وقتی میایم یه سری صحبت ها باهاش میکنیم یا جوابش ممکنه مثبت باشه یا جواب منفی. موقعی که مثلا گفتیم این بیا این کار رو انجام بده، اگر دیدیم جواب منفیه خیلی نکوبیمش، باز وارد جنگ باهاش نشیم. اوکی، فعلا اینجا صبر میکنیم. و یه نکته مهمی هم که فکر میکنم من توی کتاب عادتهای اتمی خوندم، فکر میکنم و اینجا هم مشترک بود، اینه که آقا از کم شروع بکنیم. ببینید اون ذهن احساسیه یه ذره غیر منطقیه، سنگین نریم. مثلا میخوایم ورزش بکنیم نگیم که آقا ما 2 ساعت میخوایم بریم بدویم. اصلا این ذهن احساسیه میگه بابا حسش نی، ولم کن. ولی وقتی میگیم که آقا بیا این بند کفشو ببندیم خیلی داستان فرق میکنه. طرف میگه که اون بچه میگه که آقا این انرژی از من نمیگیری که خب بیا این بند کفش رو ببند. یا مثلا برای اینکه بخوایم کتاب بخونیم نگیم که ما 400 صفحه کتاب رو میخوایم امروز درو بکنیم. ذهن منطقیه به عاطفیه بگه این کتاب رو فعلا باز کن، بازش کن، نمیخواد بخونی. حالا نکته جالب اینجاست، این باز کردن کتاب همانا، این که یه دفعه به خودتون میاد میبینید 50 صفحه رفتید جلو، همانا. یعنی ما دقیقاً باید قدم اولی که انجام میدیم طبق گفته این کتاب این که قدم‌ها آهسته و آروم باشه. پس اینجا با این حرکت میتونیم یه کاری بکنیم که حسش باشه به قول معروف. حالا چرا انقدر این بالانس بین ذهن منطقی و احساسی مهمه؟ ببینید شما نه همه ما دوست داریم که روی زندگیمون، روی تصمیماتمون یه کنترلی داشته باشیم. وقتی افسار رو میدیم دست ذهن عاطفی، هر کاری که دوست داره برای خودش بکنه، این کنترل از دست میره و اینجا یه حس ناتوانی به آدم‌ها دست میده. این حس ناتوانی آروم آروم توی ذهن آدم‌ها این رو شکل میده که آقا ما قربانیم، ما نمیتونیم در برابر همه چی که ما داریم تجربهش میکنیم جبره، اجباره، ما هیچ اختیاری نداریم، ما نمیتونیم اینو مدیریت بکنیم و این بحران ناتوانیه، بعدش بحران امید میشه، بعد دیگه اصلا زندگی میره سمت پوچی، افسردگی. پس برای همینه که ما میگیم این 2 تا ذهن باید بالانس باشن و در کنار هم باشن. اگه فقط بخوایم بریم سمت ذهن عقلانیه، اون دیکتاتوره، اون که آقا هرچی من میگم درسته و فلان و اینا، اون اصلا جنگ میشه، این بچه سرخورده میشه، به هم میریزه. اون ظرفیتی که این داره، چون یه مثال ساده براتون بزنم، ما مثلا میخوایم بریم یه خونه رو بخریم، خیلی نگاه نمی کنیم که مثلا این کنافش مثلا از چه جنسیه، نمیدونم مثلا ارتفاع سقفش مثلا به درد فلان کار مثلا میخوره، این میدونید خیلی منطقه انگار نگاه نمی‌کنیم به این داستان. میریم تو خونه میگیم آقا ایول مثلا اینجا میتونیم تیوی روم بچینیم، کلی کیف بکنیم، احساس انگار راجع به حتی خونه ما احساسی نظر میدیم. پس وقتی میایم کلا اینو خاموشش میکنیم انگار خودمون از یه دریای بی‌نظیری از تفکر داریم محروم میکنیم. پس نه اینور نه اونور که این بچه خلاصه بشینه پشت ماشین و آخرش هم ما رو بندازه توی دره. اما یه
سوال خیلی مهمی اینجا پیش میاد. یعنی ما همیشه باید توی زندگیمون انقدر معامله‌گر باشیم، هی این یه پدر مادری که قاقالیلی میده به بچهش، هی باید به این بچه بگیم که آره تو اگه میخوای فلان کار رو انجام بدی، اولش اگر میخوای استراحت بکنی اول برو ورزش بکن، یا اگر مثلا میخوای بری مسافرت اول قسطای این ماه تو مثلا صاف بکن. هی ذهنو باید شرطیش بکنی. اصلا توی تمام این کارامون میشه انجامش داد. نگفته نماند که این الان چیزی که گفتیم یه تکنیکه، ولی برای همه چیز صادقه، درسته. برای رسیدن به جواب این سوال باید بریم سراغ فصل اول این کتاب و یه داستان باحال از جنگ جهانی دوم براتون روایت بکنم. یه آقایی بود به اسم ویتوت پیلکی توی کشور لهستان. این آقا به خاطر اصلا اون شجاعتی که داشت توی سال 1918 و تو اون جنگایی که حالا با شوروی داشتن حتی نشان افتخارم گرفته بود. حالا چه اتفاقی میفته برای لهستان و چرا من اسم این آدم آوردم؟ توی جنگ جهانی دوم لهستان تقریبا توی 1 ماه تقریبا سرزمینش رو از دست داد. یعنی از سمت غرب نازی‌ها آلمانی‌ها حمله کردن و از سمت شرق شوروی‌ها اومدن و این خاک رو گرفتن. توی این جنگ بود که ویتوت پیلکی اومد و یه سری از آدما رو دور خودش جمع کرد و ارتش سری لهستان رو ساخت. توی این لهستان حالا چه خبر بود؟ یه منطقه مرموزی بود که همه میدونستن وجود داره و یه سری خبط و ربط‌ها رو داشتن باهاش پیدا میکردن. از کجا؟ یه سری از آدما، یه سری از مثلا دانشمندا، یه سری از آدمای معمولی توی لهستان گم میشدن و کسی نمیدونست که این آدما کجا میرن، چه اتفاقی میفته. ویتوت و تیمش و اون گروهی که داشتن فعالیت میکردن حدس میزدن که میرن توی اون منطقه مرموزی، اونجا یه خبری هستش. اونجا اسمش اردوگاه آشویتس بود که دست نازی ها بود. حالا چطور میتونستیم بفهمیم اونجا چه خبره، چه بلایی داره سر آدما میاد، آیا آدما دارن میرن اونجا یا نه؟ ویتوت دست به یه کار تقریبا احمقانه زد و تصمیم گرفت که داوطلبانه بره توی دهن شیر واقعا و بره اونجا ببینه چه خبره. توی یکی از روزایی که رو ساعت من آمده شد بود، این از قصر اومد بیرون و خب گرفتنش و رفت همون جایی که نباید، یعنی اردوگاه آشویتس. وقتی که به اونجا رسید دید اوضاع خیلی خرابتر از اون چیزیه که فکرشو میکرد. اصلا یه فاجعه عجیب غریب، اردوگاه کار اجباری، جایی که آدما توی 2 صورت حتما میمیرن. یک به خاطر یه سری اتفاقای ساده، مثلا یه ذره مثلا از صف بزنن بیرون، بیقراری کنن و اینا، تیراندازی و تمام، یا اینکه انقدر اینا کار میکنن که دیگه از کار زیاد اینا میمیرن و اصلا شرایط بسیار افتضاح و عجیب غریب که خود ویتوت هم اصلا نمیتونست تصور کنه این داستانو. اما ویتوت داستان ما انقدر شجاع بود و انقدر به فکر این آدم ها بود که شروع میکنه ببینه چجوری میتونه این آدم ها رو نجات بده. کارهای خیلی خفنی هم انجام میده. کی آخه به ذهنش میرسه مثلا بیاد توی این سبدای رختشویی مثلا پیام بذاره اینجوری بتونه پیام جابجا بکنه، یا با باتریای دزدی رادیوی ترانزیستوری درست بکنه بتونه پیام با خارج از اون اردوگاه جابجا بکنه، یا بیاد یه سیستم قاچاقی رو درست بکنه که دارو و مواد بیاد اونجا آدمای کمتری بمیرن. تمام این کارهای ویتوت بود و کاملا داشت شرایط رو میدید و این پیام ها رو هی داشت با اون چیزهایی که درست میکرد به عقب میفرستاد به ارتش سری لهستان. گفتش که آقا اینجا همچین خبریه، من مطمئنم همینه، بیاید اینجا حمله کنید، ما اینورم فضا رو برای شورش آماده کردیم. ولی اونا بیرونیا فکر میکردن که نه، مگه میشه همچین چیزی اصلا واقعیت داشته باشه. ویتوت خیلی هم درست نمیگه. حتی دامنه این خبره رفت بالاتر، یعنی به سران کشورهای اروپایی رسید، ولی اونا هم باز فکر میکردن که این آدم داره از کاه کوه میسازه. اینجا بود که ویتوت فهمید نه، بیرون از اینجا خبری نیستش، اصلا
قرار نیست اتفاقی بیفته و تنها کاری که میتونست بکنه اینه که حداقل خودش از اونجا بیاد بیرون، چون برای هیچ کی نمیتونست کار بیشتری انجام بده. یه روز خودش رو به مریضی زد، رفت پیش پزشک. اونجا خب دوا و درمونش کردن نسبتاً و یه دروغی گفتش که یعنی شیفتش رو جابجا گفت من تو مثلا نونوایی کار میکنم. رفت تو قسمت نونوایی تا ساعت 2 شب که آخرین ساعت پخت نونه اونجا کار کرد و توی اون فضایی که بود تونست یه راهی رو به بیرون پیدا بکنه که البته از قبل پیدا کرده بود. لباس آدمای معمولی رو پوشید، خلاص اون سیمایی که اونجا بود و پاره کرد و زد از اونجا بیرون. اونجا یه رودخونه‌ای بود که اگر میتونست رد بکنه آزاد شده بود. البته اگر تیراندازی نمی‌کردن بهش و همونجا خلاصه کشته نمیشد که تونست از اونجا رد بشه. ویتود داستان ما اینجا تموم نشد. امیدش اینجا تموم نشد. اون چیزی که برای مردم میخواست تموم نشد. وقتی که از اونجا رفت بیرون، باز فعالیت خودش رو توی قالب جاسوسی و اون چیزی که توی ذهن خودش بود ادامه داد. مثلا یکی از جاهایی که تاثیرگذار بود، فهمید که شوروی‌ها دارن یه سری حرکاتی انجام میدن و میخوان که توی انتخابات اونجا دستکاری بکنن. اینو سعی کرد که به غربی‌ها اطلاع بده. خیلی از نزدیکانش بهش گفتن که ببین دستگیری تو نزدیکه، بیا فرار کن، برو ایتالیا، برو فلان جا. ولی اون یه لهستانی واقعی بود، موند اونجا. ولی متاسفانه اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و دستگیرش کردن. به چه جرمی؟ جرم جاسوسی و حالا جرم امنیتی و از این دست. رفت زیر شکنجه. هرچی خواستن از زیر زبون این آدم حرف بکشن فایده نداشت. آخرش 4 تا اتهام بهش چسبوندن و محکوم شد به اعدام. چیزایی که قبل مرگش این آدم میگفت خیلی جالب بود، خیلی جالب. این که میگفت من هر کاری که در زندگیم کردم به نفع مردم لهستان بوده. من هیچ وقت هیچ خیانتی به این مردم نکردم و تمام تلاشم بوده که این کشور حفظ بشه. و آخرین جمله‌ای هم که گفت این بود: من همیشه تلاش کردم لحظه مرگم به جای ترس احساس شادی بکنم. مثلا شما جمله رو ببینید با چه مثلا چیزی میشه اینو ارزش گذاری کرد. مثلا جمله به این سنگینی. حالا بیایم برگردیم به همون چیزایی که صحبت کردیم. آیا واقعاً جنس کاری که ویتود داشت انجام میداد از جنس معامله و شرطی شدن و مذاکره با ذهن عاطفی بود یا چیزی بالاتر از اون بود؟ خب این چیز بالاتر از کجا آمده بود؟ چطور میشه یه آدمی این همه خودشو وقف میکنه، این همه انرژی میذاره، تلاش میکنه، سختی میکشه، بعد از اون ور یه سری از ماها هستیم مثلا یه ذره قهوه‌مون دیر میشه، یه ذره مثلا قهوه تلخه فکر میکنیم که دنیا رو سرمون خراب شده. اون چه درجه‌ای داشته؟ بعضی از ماها چه درجه‌ای داشتیم؟ چه ارزشی باعث شد که این کار رو انجام بده؟ که الان میخوام یه ذره اینم براتون باز کنم. ما 3 مدل ذهنی داریم. یکیش تفکریه که مال بچه‌هاست. بچه‌ها رو دیدین چجوریان؟ همش دنبال کشف کردنه. این وسیله رو برداره، مثلا ببین این چیه، نمیدونم یه دفعه وایتکس رو میخواد بخوره، یه دفعه نمیدونم میره کیبورد رو انقدر میزنه 4 تا برنامه‌تون رو پاک میکنه. اصلا از این کارا رو بچه زیاد انجام میده. چرا؟ چون میخواد که هی کشف بکنه، هی بره جلو و این کارو هی ادامه بده و با چیزهای جدیدی آشنا بشه. حالا یه پله میایم بالاتر، میرسیم به مثلا دوران نوجوانی. دوران نوجوانی این کشف کردنه دیگه تموم میشه. نه اینکه دیگه اکتشافات به پایان رسیده، نه. ماها میفهمیم که دنیا برای کشف کردن بیش از حد بزرگه. ما نمیتونیم هی همه چیزو بریم کشف بکنیم. برای اینکه توی این زندگیمون بتونیم مسیر رو پیدا بکنیم و دووم بیاریم، باید یه سری قوانینی بسازیم و با توجه به اون قوانین زندگی خودمون رو ببریم جلو. برای این قوانین باز برمیگردیم به دوران کودکیمون. یعنی مثلا اگر به یه جایی مثلا دست زدیم که خیلی داغ بوده، بعد مثلا دستمون رو بردیم عقب، مادرم مثلا اومده دعوامون کرده، این یادمون میمونه که چیزایی که خیلی داغن خطرناکن. این میره اصلا تو ذهنمون.
میایم اینجوری برای خودمون فرمول نویسی میکنیم که اگر من مثلا به چیز داغ دست بزنم آن وقت دست من میسوزد. اگر آن وقت یه فرمول شرطی برای خودمون درست میکنیم و اینجاست که نوجوان یه مقدار آدم شرطی و معامله‌گری میشه. یعنی همه چیشو خلاصه داره روی حساب 2 تا 4 تایی میبینه. خب مثلا من فلان کار رو نمی کنم که مامانم دعوام نکنه، یا مثلا مدرسه به معلمم مثلا احترام میذارم که اونم مثلا با من خوب رفتار بکنه، به دوستم هدیه میدم که اونم با من خوب باشه، به من فردا روزی هدیه بده. همه چیز 2 تا 4 تایی میشه. اما این 2 تا 4 تایی تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ شما یه تردمیلی رو در نظر بگیرید که خب شما دارید روی این تردمیل میدوید، بالاخره یه زمانی خسته میشید دیگه. 1 ساعت دویدید، 2 ساعت دویدید، چقدر دیگه میخواید اینو ادامه بدید؟ این سیستم هم دقیقا همینه. هی ورداریم برای هر چیزی در این دنیا یه فرمول شرطی درست بکنیم. اگه من فلان کارو بکنم این میشه، اگه اینجوری. اصلا خیلی از چیزایی که توی زندگی ما هستش با این فرموله نمیتونه بره جلو. اینجاست که وارد مرحله بالاتری میشیم. میایم وارد مرحله بزرگسالی میشیم. وقتی به مرحله بزرگسالی حداقل از لحاظ ذهنی میرسیم، دیگه میفهمیم که همه چیزای دنیا قابل معامله نیستن. یه سری چیزا هست که اصلا غیر قابل معامله است. اینجاست که ما کم کم داریم وارد مرحله بلوغ میشیم. به بلوغ رسیدن یعنی چی؟ یعنی انجام طبق چیزی که کتاب گفته، انجام چیزی که درست است فقط به آن دلیل که درست است. ما وقتی همه چیز رو معاملاتی نگاه میکنیم، حتی سر یک سری از اصول هم کوتاه میاییم. مثلا من اینجا راست میگم که فلانجا مثلا یه امتیازی به دستم برسه یا فلان اتفاق برام بیفته. وقتی اینجوری داریم معامله میکنیم، یه جایی میرسه که خب میبینیم صداقته به ضررمونه، پس میایم دروغ میگیم. هر چیزی که ما سعی بکنیم یه کاری انجام بدیم که روی طرف مقابلمون بخوایم یه سری کنترل هایی داشته باشیم، این میتونه توی اون مسیر معاملاتیه به ضرر ما انجام بشه. ما وقتی به بلوغ میرسیم دیگه به خاطر اصول خودمون از یک سری از چیزها چشم پوشی میکنیم. من این مثال براتون بزنم که خیلی ملموس باشه. فرض کنید اصلا خودتون رفتین کافه و مثلا قراره میدونید که میخواید برید کافه و یه قهوه‌ای رو میخواید سفارش بدید. خب برای اینکه به کافه برسید باید حاضر بشید، ماشین بگیرید، بنزین بزنید. اینا همش وسایلی میرسن برای اینکه به اون هدفه برسید. هدف چیه؟ من یه قهوه بخورم. فرض کنید که مثلا با یه شخصی قرار دارید و میخواید مثلا برید باهاش صحبت بکنید. حالا اینجا هدفه میتونه متغیر باشه. هدفه میتونه این باشه که من مثلا میرم کافه باهاش مثلا صحبت میکنم که چون دوستش دارم، چون مثلا میخوام حالش خوب باشه، یا نه آقا یه زمین چینی بکنیم که آخر هفته خوبی مثلا باش داشته باشم. ببین اون موقع است که شما اون شخص رو وسیله هدف خودتون دارید میکنید. هر جایی که آدما رو میاییم وسیله هدف خودمون میکنیم کار خراب میشه. خب از این هدف و وسیله من میخوام یه نتیجه گیری بکنم. دروغ گفتن بده. چرا؟ چون به ذهن آدما یه مسیر اشتباهی میدیم برای هدف خودمون، در واقع اونا رو وسیله کار خودمون. صداقت چرا خوبه؟ چون به آدما به چشم وسیله اصلا نگاه نمیکنیم. ممکنه یه سری حرفا بزنیم که اصلا به ضرر ما تموم بشه. اعتماد به نفس کاذب بده. چرا؟ چون انقدر خودمون رو میخودیم میبریم بالا که ممکن از آدما به عنوان وسیله استفاده بکنیم. میبینید این هدف و وسیله پس توی زندگی ما هم داره کارکرد خودش رو نشون میده. اما یه چیز کلی، برگردیم به همون داستان ویتودی که با هم صحبت کردیم. آدما از یه جایی به بعد نیاز دارن که زندگیشون معنا پیدا بکنه و برای این معنا پیدا کردنه دنبال یک سری ارزش‌هایی می‌گردن که این ارزش‌ها ممکنه که اصلا معاملاتی نباشن. مثل این که خب
مادر مثلا بدون چشم داشت به بچهش کمک میکنه، کلی هواشو داره، کلی فداکاری میکنه. رئیس مثلا بدون چشم داشت تیمشو نگه میداره، کار براشون انجام میده. اینا میشه ارزش هایی که برای یه سری از آدما تعریف میشه و اگر ما بخوایم خارج از این سیستم کار بکنیم بسیار زندگی برامون سخت میشه. زنگ بزنیم مثلا حال فلانی رو بپرسیم که منتظر باشیم فلانی هم به وقتش بیاد حال ما رو بپرسه. خب اگه حال ما رو نپرسید چی؟ سر مراسم عروسی و ختم فلانی بریم که اونم حتما بیاد جبران کنه. خب اگه نیومد چی؟ چقدر حالمون بد میشه. اینجاست که باید یه سری ارزش‌هایی رو برای خودمون توی اون ذهن بزرگسالیه تعریف بکنیم و به آدمان به چشم وسیله نگاه نکنیم و هدف بزرگتری برای خودمون تعریف بکنیم که بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. همه اینایی که من گفتم فرمول انسانیته که آدما رو از مذاکره‌های دوران نوجوانی میرسونه به فضیلت بزرگسالی. این چیزایی بود که من از کتاب اوضاع خیلی خرابست مارک منسون تونستم به دست بیارم، برای خودم مفید بود و دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم. اگر شما هم این کتاب رو خوندین حتما نظراتتون رو بهم بگین و دوست دارم بدونم که چقدر نقطه نظر من با شما مشترک بوده و چقدر اصلا تفاوت دیدگاه داشتیم.